دو رسانه پامیر اینساید و ازدا تیوی که در خارج از تاجیکستان فعالیت دارند، روزهای 22 و 23 مای سال 2024 با تکیه به منابع خود درباره بازداشت 10 ساکن جماعت یزگلام نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خبر دادند. هر دو رسانه از بازداشت حدود 20 ساکن دهه ژمک و تقریبا 15 تن دیگر از دهه بوژمک امسایه اندربک و انتقال اکثر آنها به دوشنبه برای بازجویی و بازپرسی حرف میزنند. پامیر اینساید ادعا دارد که جمع بازداشت شده ها در دره یزگلام و در جریان عملیات نو کمیته دولتی امنیت ملی تا به 50 نفر میرسد. این نشریه که اساساً مسئول بدخشان را پیگیری میکند، روز 23 مای روی خط 16 تن از دستگیر شدگان را هم نشر کرد که در بینشان از جمله نامهای یک نفر در یزگلام پرنفوذ با نام لیلیف دلبرشو و پسر او قوری حمزه، برادران فضلدین و اصلدین خوجایف ها، برادران مویدین و برهانجین جفهاروف ها، فرهاد شیخوف، نوروز سبزالیف، نظر خدا حکم خدا هست. به گفته منبع ازدا تیوی، اکثر ساکنان یزگلام روز 16 مای دستگیر شده تا 8 مای به دوشنبه برده شدند. او میگوید که دلبرشو لیلیف که همراه پسرش دستگیر شد و در بین یزگلامی ها از نفوذ زیاد برخوردار است، تازه از روسیه آمده بود. این منبع درباره بازداشت برادران خوجایف چنین تفصیل داده است: کارمندان امنیت یک نفر را با اسم خوجایف اصلدین به دستش زولانه زده و مکان کدام سلاحی را از وی طلب کردند، ولی در راه کارمندان امنیت و اصلدین از بلندی به دریای یزگلام افتیدند. بعدا هم اصلدین و هم کارمندان امنیت را با چرخبال به دوشنبه انتقال دادند. بر اساس روی خط پامیر اینساید، برادر اصلدین خوجایف با نام فضلدین هم بازداشت شده است. درباره سبب بازداشت‌های 10 ساکن یزگلام معلومات دقیقی در دست نیست. منبع ازدا تیوی ادعا دارد که هدف مقامات دستگیر کردن افراد در بین مردم یزگلام با ابرو و با نفوذ و شکستن چنین جوانمردها است. پامیر اینساید گفته است که مقامات امنیتی گویا دستگیر شدگان را به پنهان کردن سلاح و آمادگی به انجام حمله‌های دیورسیونی عیبدار می‌کنند، ولی برای اثبات این اتهامات یگان دلیل نآوردند. کمیته دولتی امنیت ملی تا کنون بازداشت‌های اخیر در یزگلام را رسما یگان شرح ندادند. مقامات هر سر چند وقت در یزگلام عملیات پاککاری انجام داده افراد به نظرشان مشکوک و شبهه برانگیز را بازداشت و زندانی می‌کنند. بار آخر در یزگلام در پایان ماه اپریل سال 2023